اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. محترم مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید پس از آن که در کشور سویدن به قرآن کریم توهین شد و اجازه توهین به عقیده مسلمانان داده شد، تا زمانی که از این عمل شوم از مسلمانان طلب عفو نشود، امارت اسلامی به توقف تمام فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان امر می‌دهد. خلیفه سراج الدین حقانی در سخنرانی خود در سمپوزیوم ملی علوم طبیعی پهنتون شیخ زاید خوست گفت که امروز مدارس، مکاتب و پهنتونها برای نخستین بار در یک مسیر قرار گرفته اند و فاصله میان آنها از بین رفته است. شیخ ندام محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سمپوزیوم ملی علوم طبیعی پهنتون شیخ زاید خوست بار دیگر بر استادان صدا کرد که به جای رفتن به خارج به کشور خدمت کنند. وی تاکید کرد که امارت اسلامی متعهد به همکاری در هر بخش است. ریاست عمومی استخبارات میگوید نیروهای مجاهد ریاست استخبارات هلمند 2 آدمربا را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند که چند پیش 2 کودک را ربوده بودند بازداشت کردند. افراد دستگیر شده به جرم خود اعتراف کرده که 2 کودک را بعد از اختطاف به شهادت رسانده بود و در حال حاضر دوسیه‌شان تحت تعقیب قرار دارد. در یک مکتب دخترانه در مرکز ولایت لغمان یک کتابخانه عصری ساخته و به بهره برداری سپرده شد. محترم مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در جریان سفرش به ولایت هرات از مقبره شهید مولانا مجیب الرحمن انصاری تقبله الله دیدن و دعا نمود.